پاسپورت‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین مدارک مورد نیاز افراد جهت انجام سفرهای بین‌المللی شناخته شده. با ویدیوی قوی‌ترین و ضعیف‌ترین پاسپورت‌های جهان با ما همراه باشید. بر اساس آخرین بروزرسانی‌ها درباره معتبرترین پاسپورت‌های جهان و قدرتمندترین پاسپورت‌های دنیا در سال 2024، امارات متحده عربی و سنگاپور در جایگاه نخست قرار گرفتند. منظور از قدرت پاسپورت اینه که شهروندان اون کشور با توجه به روابط بین‌المللی که کشورشون داره به کدوم کشورها میتونن بدون ویزا سفر کنن. هر چقدر کشور قدرتمندتر با روابط گسترده تر باشه، شهروندان اون نیاز کمتری به درخواست ویزا دارن. مسافران برای سفر به یک کشور خارجی با 3 حالت مواجه میشن. 1. بدون نیاز به درخواست ویزا و تنها با پاسپورت سفر میکنن. 2. در بدو ورود به کشور مقصد ویزای فرودگاهی دریافت میکنن. 3. پیش از سفر و با توجه به هدف مسافرتشون درخواست ویزا میدن. منابع مختلفی از جمله شرکت هنلی و شرکا و وبسایت پاسپورت ایندکس هر ساله گزارش‌هایی از معتبرترین گذرنامه‌های جهان رو بر اساس منابع مختلف منتشر می‌کنند که به رتبه‌بندی قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان می‌پردازه. این دو مؤسسه جزو معتبرترین منابع رتبه‌بندی قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان هستند، اما نتایج این دو مؤسسه تفاوت‌هایی با هم دارند. در گزارش شاخص هنلی تنها تعداد مقاصدی که میتوان بدون نیاز به ویزا یا با ویزای بدو ورود و یا مجوز سفر الکترونیکی به آنها سفر کرد در رتبه‌بندی معتبرترین پاسپورت جهان لحاظ میشه. اما در گزارش پاسپورت ایندکس ویزای الکترونیکی هم در رتبه‌بندی پاسپورت‌ها تاثیرگذاره. بر اساس هر دو گزارش پاسپورت ایران در میان معتبرترین پاسپورت‌های جهان در رتبه‌های آخر ایستاده. اگه این محتوا براتون مفید و جذابه لطفاً با لایک و کامنت به هم انرژی بدید. قوی ترین پاسپورت های جهان بر اساس پاسپورت ایندکس. بر اساس آخرین بروزرسانی پاسپورت ایندکس از رتبه‌بندی پاسپورت های جهان در سال 2024 از مجموع 199 کشور پاسپورت امارات متحده عربی با پشت سر گذاشتن کشورهای اروپایی و آسیایی در رتبه اول معتبرترین پاسپورت های جهان قرار گرفته. پاسپورت ایندکس هر ساله پاسپورت کشورها رو بر اساس تعداد کشورهایی که میتوان بدون ویزا یا با ویزای بدو ورود یا ویزای الکترونیکی به اونها دسترسی داشت دسته‌بندی میکنه. حال بر اساس آخرین گزارش پاسپورت ایندکس از قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان در سال 2024 دارندگان پاسپورت امارات متحده عربی میتونن بدون ویزا یا با ویزای بدو ورود و ویزای الکترونیک به 180 کشور جهان سفر کنند. قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان در سال 2024 بر اساس شاخص پاسپورت ایندکس: رتبه 1 امارات متحده عربی با دسترسی به 180 کشور. رتبه 2 آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و هلند با دسترسی به 178 کشور. رتبه 3 سوئد، فنلاند، لوکزامبورگ، اتریش و سوئیس با دسترسی به 177 کشور. رتبه 4 دانمارک، بلژیک، پرتغال، لهستان و ایرلند با دسترسی به 176 کشور. رتبه 5 کره جنوبی، یونان، نروژ، جمهوری چک، بریتانیا و مجارستان با دسترسی به 175 کشور. رتبه 6 سنگاپور، ژاپن، اسلواکی، آمریکا، نیوزلند با دسترسی به 174 کشور. رتبه 7 مالت، استونی، لیتوانی، اسلوونی، کانادا و استرالیا با دسترسی به 173 کشور. کشور ایران و سریلانکا با دسترسی به 56 کشور در این لیست در رتبه 85 قرار گرفتند و آخری رتبه 96 مربوط به کشور سوریه است که به 40 کشور دسترسی داره. و اما قوی ترین پاسپورت های جهان بر اساس شاخص هنلی. در گزارش قوی ترین پاسپورت های هنلی در مجموع 105 رتبه بندی وجود داره که پاسپورت سنگاپور با دسترسی به 193 کشور در رتبه اول معتبرترین پاسپورت جهان قرار داره. ژاپن با دسترسی به 192 کشور
در رتبه دوم و کشورهای فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، اسپانیا و سوئد با دسترسی به 191 کشور به طور مشترک در رتبه سوم قوی‌ترین پاسپورت‌های جهان جای گرفتند. طبق جدیدترین رتبه بندی پاسپورت ایندکس، دارندگان پاسپورت ایرانی میتونن بدون ویزا با ویزای بدو ورود یا ویزای الکترونیکی به 56 کشور جهان سفر کنند که این تعداد در گزارش سال 2023 میلادی 53 کشور بود. طبق این گزارش، دارندگان پاسپورت ایرانی تنها میتونن بدون ویزا به 11 کشور و با ویزای فرودگاهی یا ویزای الکترونیکی به 45 کشور جهان سفر کنند. این یعنی اونها باید برای سفر به 142 کشور دنیا ویزا بگیرن. رتبه بندی شرکت هنلی و شرکا هم نشون میده که پاسپورت ایران با امکان سفر به 43 کشور بدون ویزا یا با ویزای بدو ورود همراه با لبنان در رتبه 96 قرار گرفته. پیش از این در آخرین گزارش هنلی در 3 ماهه سوم سال 2023 ایران از میان 103 جایگاه در رتبه بندی پاسپورت‌ها با امکان سفر به 44 کشور بدون ویزا در رتبه 92 قرار گرفته بود. طبق گزارش پاسپورت ایندکس و هنلی، بی‌ارزش‌ترین پاسپورت دنیا متعلق به 3 کشور عراق، سوریه و افغانستانه. طبق گزارش هنلی، افغانستان با دسترسی به 27 کشور بدون ویزا در رتبه 105 آخرین رتبه قوی‌ترین پاسپورت جهان قرار گرفته و بر اساس آخرین بروزرسانی پاسپورت ایندکس از مجموع 199 کشور، پاسپورت سوریه ضعیف‌ترین پاسپورت دنیا شده و در انتهای فهرست معتبرترین پاسپورت‌های جهان در جایگاه 96 قرار گرفته. شما پاسپورت کدوم کشورها رو دارید یا دوست دارید داشته باشید؟ توی کامنت ها برامون بنویسید. برای حمایت از ما فقط کافیه ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید.